فیزیک نوین پادماده به انگلیسی antimatter ماده است که ذرات بنیادین و زیراتمی سازنده آن از ذراتی به نام پادذره یا جفت کوانتومی ذرات عادی تشکیل شده است. پادذره‌ها در مدل استاندارد به مفهومی مخالف ذرات زیراتمی تشکیل دهنده مواد قلمداد می‌شوند و در برابر ذرات معمولی قرار می‌گیرند. میزان بسیار اندکی از ذرات پادماده به شکل روزانه در آزمایشگاه‌های شتاب دهنده ذرات تولید می‌شود. میزان پادماده تولید شده توسط این سامانه‌ها یا در موارد طبیعی مانند برخورد اشعه‌های کیهانی با جو زمین یا واپاشی هسته‌ای از چند نانوگرم بیشتر نمی‌شود. و در روش‌های آزمایشگاهی از تمامی این تکنیک‌ها برای ایجاد پاداتم‌ها استفاده شده است. تاکنون به دلیل هزینه بسیار بالا، پیچیدگی تکنولوژیکی فراوان و ناپایداری پادماده در مجاورت ماده، امکان ایجاد پادماده در اندازه‌های مایکروسکوپی فراهم نیامده است. به لحاظ تئوری، یک ذره و پادذره مقابل آن به عنوان مثال پروتون و پادپروتون جرم یکسانی دارند، اما بار الکتریکی آنها مخالف یکدیگر است. همچنین دیگر اعداد و ویژگی‌های کوانتومی آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. به عنوان نمونه، یک پروتون بار مثبت دارد، در حالی که پادپروتون دارای بار منفی است. برخورد هر ذره با پادذره متقابلش، جفت کوانتومیش، به عنوان مثال میون با پاد میون به نابودی هر دو ذره منجر می شود و نتیجه این واکنش کوانتومی، افزایش سطح فوتون‌های پر انرژی، پرتو گاما یا نوترینوها و در موارد معدودی ظهور جفتای ذره پادذره با جرم کمتر از ذرات اولیه در فیلد کوانتومی می شود. بیشترین میزان انرژی آزاد شده بر اثر نابودی ذرات به شکل پرتوهای یونیزه کننده مانند گاما و ایکس نمود پیدا می کند. در صورت حضور مواد عادی در مجاورت این واکنش، حجم انرژی این تابش‌های پر انرژی به شکل گرما یا نور تغییر یافته و جذب مواد عادی می شوند. میزان انرژی آزاد شده در اغلب موارد با جرم کلی نابود شده. جرم ماده و پادماده نسبت مستقیم داره و بر اساس رابطه همارزی جرم و انرژی، همانطور که از کنار هم قرار گرفتن ذرات زیراتمی عادی، اتمها و در نتیجهش مواد عادی شکل می‌گیرند، ذرات زیراتمی پادماده نیز با هم دیگر ترکیب شده و منجر به ظهور پادماده می‌شوند. به عنوان مثال پوزیترون که پادذره الکترون در خانواده لپتون‌ها محسوب می‌شود، می‌تواند در مجاورت یک پادپروتون تشکیل اتم پادهیدروژن را بدهند. تاکنون شرایط آزمایشگاهی امکان ایجاد هسته اتم پادهلیوم را فراهم کرده است که علاوه بر سختی فراوان این عمل، هسته این پادماده یکی از پیچیده‌ترین پادهسته‌هایی بوده است که تاکنون مشاهده شده است. قوانین فیزیک تبیین می‌کنند که هسته‌های اتمی پادماده با پیچیدگی‌های بسیار بالاتر که می‌توانند به ایجاد جدول تناوبی پادماده‌ها، نقطه مقابل جدول تناوبی عناصر مواد عادی منجر بشود، امکان پذیر است. شواهد بسیاری دال بر این هستند که کائنات قابل مشاهده تقریباً به شکل کامل از ماده عادی تشکیل شده است و این فرض که جهان از ترکیب یکسان ماده و پادماده تشکیل شده است اشتباه است. مسئله عدم برابری میزان ماده و پادماده در جهان قابل مشاهده یکی از مسائل بزرگ حل نشده علم فیزیک است.